آیا تا به حال براتون پیش اومده که بخواید بی‌نقص و کامل باشید؟ یا یه دوستی داشته باشید که میگه کامل و بی‌نقصه و شما دنبال اثبات این ادعا باشید؟ وقتی عیسی روی زمین زندگی میکرد اینو ثابت کرد که بی‌نقصه. شیطان بارها و بارها او رو وسوسه کرد که کار اشتباهی انجام بده، ولی هرگز این اتفاق نیفتاد. یه روز شیطان عیسی رو در بیابانی ملاقات کرد. اون به طعنه گفت اگر پسر خدایی به این سنگ‌ها بگو نان شوند. اون داشت عیسی رو وسوسه میکرد تا خارج از نقشه خدا عمل کنه. دوباره دیگه هم شیطان عیسی رو وسوسه کرد تا مغرور بشه که بخواد قدرتش رو نشون بده. شیطان حتی تلاش کرد کاری کنه که عیسی او رو پرستش کنه. عیسی مسیح نقشه خداوند برای اومدنش روی زمین رو میدونست و این جزوش نبود. اون مصمم بود تا کاری که پدرش میخواد و انجام بده. آیا عیسی تسلیم شد؟ هرگز. اون نمیتونست گناه کنه چون اون پسر بی‌نقص خدا بود. او دقیقاً همون چیزی بود که ادعا می‌کرد و ثابتش کرد. عیسی حقیقت از کلام خدا به شیطان اعلام کرد و شیطان هم اون رو ترک کرد. عیسی مسیح بارها و بارها قدرتش بر شیطان رو ثابت کرد. این دلیلیه که خداوند عیسی میتونه زمانی که وسوسه میشید اشتباه کنید کمکتون کنه. لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها، با ما همراه باشید.